ندارن 10 لیره میدم. به معلمت بگو بعداً میدیم. اما دخترا من میرم با مدیرتون صحبت کنم تا به نگهبانی هم خبر بده. شما هم دیگه بیشتر از این نترسین باشه؟ با خیال راحت به درستون گوش بدین. فعلا خداحافظ. نگاهشون کن، با ولیشون اومدن. هر کی ندونه فکر میکنه از چه خانواده‌ایه. باشون کاری نداشته باشنگ. کمک، دلم خفه میشم، کسی نیست بپره نجاتم بده، بهم نفس مصنوعی بده. بیا بیا. تو چی داری میگی؟ چی میگی گامو؟ سوگل ببخشید. برو پی کارت. چه خبره داده؟ برو. خیلی خوب بابا. برای مخارج بچه خریده بودم. بالاخره زایمان هزینه داره دیگه. اگه لازمت شد خرجش کن. چرا به مسئولین پانسیون چیزی نمیگی که دیگه حداقل راش ندن؟ ایلول بیا بریم پیش پلیس. چی بهشون بگم؟ مادرم حرفمو باور نکرد. اونا باور کنن؟ اون آدم باید میمرد. ببینی مشکل منه، تو دخالت نکن. تو هم مشکل منی. یعنی مشکل من نیستی. بد برداشت نکن. چرا من نمیتونم کنار تو درست صحبت کنم؟ ایلول تو برای من خیلی مهمی. از شر اون آدم خلاص میشی. طلاها رو پیدا میکنیم و میدیم بهش. اونم دست از سرمون بر میداره. تو آدم بدی نیستی. خیلی آدم خوبی نبودم، ولی از وقتی دیدمت عوض شدم. بیا بریم سر کلاس. مارال اینو بگیر کلاس تموم شد، برو برامون از بوفه چایی بگیر. بقیه‌شم برای خودت نگه دار. دلم برات میسوزه. منم دلم برای تو میسوزه. مجبوری تا آخر عمرت با بدبخت بیچاره ها بگردی. تو هم مجبوری تا آخر عمر کیف اینا رو براشون حمل کنی. بدبخت. چه خبره؟ میگم کاش ما میافتادیم تو استخ خفه میشدیم. بلکه هم یکی پیدا میشد ما رو ببوسه. ساکت شو بابا، گناهی ناراحت میشه. چی شده؟ ساکت شو دیگه. حرف بزنین، هرچی دوست دارین بگین، دعوا کنین دیگه، زود باشین. سوگل چی کار داری میکنی؟ نکن. وقتی این گونه احمق ازم دفاع میکنه برام گرون تموم میشه. گونه چرا ازم دفاع میکنی؟ باشه دفاع نمی کنم، هرچی تو بخوای.
به چی داری میخندی؟ عقلت کمه؟ سوگل بی خودی زحمت نکش، نمیتونی عصبانیم کنی. چرا عزیزم؟ اعصابتو از دست دادی؟ به نظرم بهتره یه کمی خلاق‌تر بشی، اینا دیگه جواب نمیده. به خدا میزنمت. خیلی عوضی هستی، خیلی عوضی هستی. سوگل دوباره دعوا میشه، نکن. شما دخالت نکنی، ما اینطوری با هم خوبیم، مگه نه عزیزم؟ لعنت به تو اون حرفات. رو تو برگردون ابله کودن. برو ببینم. خیابونای اطرافم چک میکنین مگه نه؟ بله خانم، نگران نباشین. باشه، خسته نباشین. روز خوش. امیدوارم به گوش مقامات نرسیده باشه. یه آدم تحت تعقیب تو اتاق من، آبروریزیه. اگر همون موقع به پلیس خبر میدادین اینطوری نمیشد. در رفت. من از کجا میدونستم؟ رو پیشونیش که ننوشته اون آدم دوسته، ولی همش تقصیر ایلوله. باید به وقتش میگفت موضوع چیه. خواهش میکنم بهتر یکم قبول کنید که این وسط تقصیر خودتونم هست که بچه حاضر نیستن باهاتون حرف بزنن. شاید به خاطر همینه که بهتون اعتماد ندارن، بهتون نزدیک نیستن. شما که مثل دوست همه جا باهاشون هستین چرا نمیدونستین؟ اینا بدذاتن فرید خانم، از درون پلیدن. ببین من کی گفتم اون ایلولم یه چیزایی داره پنهون میکنه، وگرنه چرا وقتی مرد رو دید داد و بیداد نکرد؟ ها؟ بیچاره داره تو ترس و وحشت دست و پا میزنه، نمیتونه خودشو نجات بده. آفرین. امسال حتما تو برنده میشی. آره جمره هم امسال ثبت نام نکرده. پارسالم حق من بود، ولی بابای جمره پارتی بازی کرد، من حذف شدم. مسابقه است؟ مسابقه خوانندگی بین دبیرستان است. همه میتونن شرکت کنن؟ اگه برم منم ثبت نام میکنن؟ آره ولی ولش کن بیخیال. نمیخوام رقیب تو باشم، تو دوست منی. عزیزم تو نمیتونی رقیب من باشی. ببین جدی میگم، برو ثبت نام کن. فرما تو اتاق مدیریته. یکی دیگه هم قراره حذف شه. آقای محترم اینجا منتظر چی هستی؟ منتظر دوستمم. کدوم دوستتون؟ از سن و سالتون خجالت بکشین. دخترای اینجا رو دولت به من امانت سپرده، شما هم حق ندارین اینجا منتظر باشین. خانم محترم سوء تفاهم شده. من چیزی که باید و فهمیدم. همین الان از اینجا بریم، وگرنه نگهبان صدا میکنم. توبراک. فریده؟ شما هم دیگر رو میشناسین؟ آره توبراک دوستمه، تازه معلم دبیرستان بچه ها هم هست. ای خدا، پسرم خب درست حرف بزن دیگه. من فکر کردم چیزه. دیوونم؟ نه بابا استغفرالله، این چه حرفیه میزنی؟ در ضمن نگهبانی از اومدن توبراک خبر داشت. نریمان خانم مدیر پانسیون هستن توبراک جان. ها متوجه شدم. روزتون خوش خانم